علم و صنعتی‌های عزیز پرفروش باشین. امروز اومدیم نمونه تصویر دوربین آی پی 8 مگاپیکسلمون رو براتون بگیریم. ببینین دوستان، ما همینطوری که تصویر رو بزرگ میکنیم کیفیت اصلا تغییر نمیکنه. خدمتتون عرض کنم حالا دوربین رو ما جلوتر ماشین رو میبریم و همینطوری کیفیت تصویر رو چک میکنیم ببینیم به چه صورته. باز میبینین تصویر تغییر نکرد، همینطوری که داره جلو میره تصویر تغییر نمیکنه. ما همینطوری ماشین رو جلو میبریم و کیفیت تصویر رو چک میکنیم. همینطوری که میبینین کیفیت تصویر به هیچ وجه تغییر نمیکنه. پرفروش باشین دوستان.